اروین گوچرال مدیر کل شبکه‌های تقسیمات برق که حال وقت مانپول تقسیمات برق در سراسر تاجیکستان به استثنای ولایت مختار کوهستان بدخشان به همین شرکت دولتی سپرده شده است، روز دوم مارس سال 2024 با ارسال یک برقیه فوری برابران فیلیال های این شرکت امر داده است که به مناسبت فرا رسیدن ماه شریف رمضان از 11 مارس به اهالی در شبانه روز 8 ساعت برق بدهند. 4 ساعت صبح و 4 ساعت دیگر شام. در برقیه چنین گفته می شود رهبریت شبکه‌های تقسیمات برق شما را وظیفه‌دار می نماید که به مناسبت ماه شریف رمضان از 11 مارس سال 2024 تا حالت برطرف گردیدن محدودیت نیروی برق هم روزه از ساعت‌های 4:00 دقیقه تا 8:00 دقیقه و از 17:00 دقیقه تا 21:00 دقیقه اهالی مملکت را پوره با برق تامین نماید. با مقصد رعایت نمودن برای سیستم انرژتیکی معیار استفاده برای نیروی برق و وقت محدودیت آن را زیر نظارت قطعی خود قرار داده، طبق جدول پیشنهاد نموده جمعیت و توصیه‌های خدمات مرکز دیسپیچری برق تاجیک کاربری نماید. دیرکتور گنرالی اروین گوچرال طرفداران حکومت این برقیه را همچون نشان غمخواری حکومت در حق مردم در ماه شریف توصیف کرده استودند، ولی منتقدان میگویند در عصر 21 به اهالی در شبانه روز همگی 8 ساعت برق دادن یگان جای فخر کردن ندارد. اروین گوچرال یک صاحبکار و منیجر زاده هندوستان بوده، حالا رهبر شبکه‌های تقسیمات برق یکی از بخش‌های از برق تاجیک جدا کرده شده را در دست دارد. کی و از جانبی که به این مقام بلند تعیین شدن این صاحبکار هندو معلوم نیست. برقیه رهبریت شبکه‌های تقسیمات برق در حالی است که در تاجیکستان از پایان ماه سپتامبر سال 2023 لیمیت برق جاری کرده شده است. اگر این لیمیت قبلا بیشتر مناطق دیهات را فرا می‌گرفت، از نیمه دوم ماه فوریه لیمیت در شهرها از جمله در پایتخت شهر دوشنبه نیز جاری کرده شد. از اول ماه مارس چنان شدید شد که به گفته ساکنان حتی در شهرها تا 1.5 ساعت صبح و تا 1.5 ساعت دیگر شب برق میدادند. تا کنون مقامات مسئول ساحه انرژتیک و شرکت‌های برق تاجیک و شبکه‌های تقسیمات برق سبب جاری کردن چنین لیمیت دست کم از سال 2018 به این سو به سابقه را یگان شرح قانع کننده ندادند. امسال هوا چندان خنک نبود و درباره به شدت کم شدن آب انبارهای نیروگاه‌های بزرگ کشور نیز یگان خبر جدی به دست نرسیده بود که لیمیت را یک باره چند مرتبه شدیدتر کنند. افزایش اهالی نیز در یک سال اخیر آن چنان زیاد نبود که استفاده برق چند برابر افزوده باشد، اما در حالی که مقامات در شرح این موضوع برای ساکنان خیلی مهم بعد آن آب گرفتند، مخالفین دایره‌های فسادزده حکومت را به فروش بی انصافانه برق به خارج و اساسا به افغانستان تحت سلطه طالبان عیبدار میکنند و میگویند حجم پول این برق به طور پنهانی فروخته شده به جای به چند نفر علایده می رود. مخالفین بر اینند که سبب به 3 میلیارد دلار رسیدن قرض شرکت برق تاجیک نیز پنهانی و بدون ثبت در یگان جا به خارج فروختن میلیون‌ها کیلووات برق است.